اگر من فریاد خواهر مظلومم شدم، اگر من صدای عزیزان زاهدانیم که بیگناه در صحن مصلای زاهدان کشته شدند، امروز به خاطر اون پدر پیر من رو گروگان گرفتید. ای جلادان رژیم، ای سفاکان خامنه ای، شما پدر پیر من رو که امروز بیکس و درمانده هست، دستتون، قدرتتون به اون میرسه که اونجا قدرت نمایی بکنید، زور و اسلحه بر پدر پیری که دست خالی هست بکشید، اونجا قدرت نمایی میکنید. میخواهید با گروگان گرفتن پدر من، با سیاست النصر و بالرعب میخواهید بترسانید، میخواهید با این زندانها، با این شکنجه کردنها ما رو از این مسیر